سید به نزد بلنگک مادر مهربان اپا ایزدی را دعوت میکنیم که امروز چنین فرزندان باورمندند به وایه رساندند و امروز خدمتش به تمام مردم رسیده ایستادند. مادر تو فرشته زمینی، مادر تو فرشته زمینی، از گنج زمین تو بهترینی. گر تو نبودی در روی عالم، در روی زمین نبودی آدم. این سرجمی دوستان، این دسترخوان پر از ناز و نعمت، این توی جگربند این خواندنو رو به شما مادر عزیز و بکه عین‌الدین و ینگه مهربان مسعود بانو مبارکباد میگیم و تمنا میکنیم که بگذار هر روز در خاندان شما چنین شادی و سرور باشد و با کمال احترام سخن تبریکاتی رو برای هم تبریک و هم یک کف دعای شما میدیم. مرحبا. السلام علیکم تماشابینان گرامی، مهمانانی از دور و نزدیک آمدن، اجازت فرمایید از نام خودم از نام اهل عائله‌مون و شما خوش آمدید گفتم و شما خوشی‌های زندگی را آرزو میکنم و بر عروس نازنین گفتنی هم که دائم ما خرسند باشد، دائم ما وقتش خوش باشد، نیکی فرمانبردار خانه شوهر باشد. آدم ها می گفتن که خاک گیرو از خاکترهای کلان، دعا گیرو از آدمان از پیرانی روزگار دیده. بگذار من هم از همون آدم های روزگار دیده هم. پس به بلندی دنیا را همه را دیدیم، چشیدیم، خوردیم و آدم های پیرانسال دعا گرفتیم، از دعای آنها اهرمند بودیم، صاحب فرزند شدیم، فرزنده را کلام کرده به وای رساندیم. این حاضر باشد خدمت کردیم، فایده فرزنده را دیدیم. لیکن به این عواسه نازنین من یک کف دعا دادنیم. مبارکی میهی خیر، تنی صحت، دلی بیغم، وقت خوش، خاطری جمع. پروردگار شهد و برار شوه عروسم با قرار، شهم فرم چیار شوه عروسم بچه دار، شهم دلاردار شوه عروسم کیوانو ده سرخاندار نون آدار در خانه مردک خانه دار، شوه فرمانده یا فرمان بردار. و تو میگم عروس گپا من گوش بدار، حرمت شوهر تا خسر خشتامن تا خیچ توارا تا عیشت نبرار، خرابای پلاتین سر جوره به خانه روی را شد که تبلی تازه کنی را میشه عروسی نامدار. باز با تو میگم عروس گپا من گوش بدار، عروسی کلا کشک نشه، عروسی خبر کشک نشه، عروسی خرکنک نشه، عروسی تلفن بازک نشه، عروسی من تو پزک شد، شپاتی پزک شد، کلچه پزک شد، میشه عروسی نامدار. گم ما بگیری میشه مادری نامدار، گم ما نگی استنشکاری پروردگار. پروردگار خوشه پیرتان کنه، دامن اختان سوستان کنه، مرغی بچه جد کنه، گسپندی برادارت کنه. پروردگار توفیقتان بته، انصافتان بته، اقبالتان بته، کشای شکارتان بته، در کسب کارتان برکت بده، سفر نیکتان بته، سفرتان را بی خطر کنه، چی میکنتان اکور کنه، دل شور دسته کنه. کسی به خاندان شما و خود شما قصد میکنه خدا را پس کنه، اوراها مدد کنه، حضرت علی رو بر شوه، خدای خدای نظر کنه، با والجان نگوانتان شوه، مراداتان حاصل کنه، غایباتان حاضر کنه. چه مراد و مقصد شوه عروس داره، پدر و مادر شوه عروس داره، خش توارای عروس داره، تماشابینا همین چه مراد و مقصد همین تماشابینا داره، دخترکای بیشو داره، بچه‌کای بیزن داره. پروردگار همه آنها را به مراد و مقصد اینه که این شب برسونه. پروردگار سرتون درد و نبینه، دیتون غم نبینه، در خانه یکم تتون نقصان نرسانه. آمین. من خگب زدم تا خرسک نشیدیم. تشکر زد. یک خرسک به خودتون ما هم بزدیم. سلامت باشید.